ویدیو ساختن برای یوتیوب واقعا سخته، مخصوصا وقتی دوربین مخفی ساز باشه. بعد یه سریا میان با دوربین مخفی های فیک و چرت و پرت و از قبل هماهنگ شده میان حق اونایی که واقعا دارن خفن کار میکنن رو ضایع میکنن. توی این ویدیو دوربین مخفی های کسایی که بوداره، یعنی مایل به فیک بودنه، اونا رو آوردیم توی این ویدیو و قرار پارهشون کنیم. اولا وای بچه‌ها اینا رو میشناسن، اینا گنگ زدن به یوتیوب، همه از فیک و چرت و پرت. بعد ببین دارد دستشو نگاه میدن، دارم میگه بریز به خدا یه لحظه اونجاشو نگاه، دستشو اینجوری کرد گفت بریز. نگاه خیلی جالب بود اصلا اونجاش. حس نمی‌کنی دستتو، یعنی اون کلمه 5 درجه سرتر از آب، یعنی چجوری حس نمی‌کنی؟ آره من میخنده. یک خار مادره بابا، اینا رو رجعم کنید از یوتیوب. باید یه حرکتی بزنه یوتیوب، اینجوری نمیشه. اصلا سهیل خدا به نگهبانی میشه بگی یه نفر با چاقو بهترین دوربین مخفی ساز ایران. بده یه روز تو حالت مرگه، دیوونه از بیمارستان روزه فرار کرده. لطف میکنید، ممنون میشم. مرسی. خدا سیده های نگاه اصلا زحمت میکشه خدا. این دستاش نگاه خونیه. آی خداست. یاره خوب شد. یاد رید رد وای رد دستگاه قایم شد. من دیدم گردن 100 بار دیدم، هر ویدیو سویل 3 بار میبینم. ما زیرزمینی هستیم. یه دارم میدونم خودم اکثر بشونتون یه سهیل داره به خدا زحمت میکشه، خیلی داره زحمت میکشه. علاوه اینکه خارمادر واقعیه دوربین آخیش، خیلی هم داره زحمت میکشه، ایده هاش هم نابند. بعد ببین الان سهیل خیلی معروفه، یعنی تقریبا همه میشناسنش. دوربین مخفی گرفته براش خیلی سخته شده. دلیل کم کارش هم فکر کنم همینه. آنچه خواهید دید. خودت این بازی کسی تو شروع کردی. برو ایتا مراقب خودت باش. بخیر از پشتش آب بریزه؟ من پشت مسافر نمیریختم، پشت سرباز. نه روشی. چجوری از پله ها سرت از آسانسور رسید؟ چجوری؟ از آسانسور اومد. این چجوری از پله ها اومد؟ هنوز منتظرش هم بود. What the f... خودت این بازی کسی تو شروع کردی. یه آب دیگه، یه آبی نشونت بدم. خداحافظ. مراقب باشی. زیتونه؟ بابا بازم بس پله ها داره سرتر میره. آجی این چه سمیه؟ لیله میرفت؟ این چه سمی؟ چجوری از پله ها سرتر میرفت آسانسور؟ بس دیگه. وای دوباره اینا. هر چقدر که سهیل گادی تو دوربین مخفی واقعی ساختن، این دوتا هم گادن توی دوربین مخفی فیک ساختن. به خدا استعداد ها این. خدای کمک. ساندویچی دادم برات. دوربینم نمیبینه. آره دیگه بگه افتخار فیلم میگه، در افتخار میگه فیلم میگه. از ساندویچ فیلم میگه. تو بخور من خوشت میاد. بعد ببین آدم وقتی میخواست ساندویچ رو گاز بگیره همچون گاز محکمی نمیزنه فکر کنم معمولا.
با یه همچون یا یک گاز معمول رو نمیتیره که فکر کنم اومد رسما میدونست باد کنه اومد آقا نمیدونم ما شما اون تو کامنت ها بنویسید ببین نظر شما چیه با میزه آقا این چه کثافت کاریه تو خود ولی نمیبینه پاسو بعد چجوری ندید پاسو این چجوری ندید نه چجوری ندید نه ول کن چجوری ندید آخه من نمیگم نگاه زاویه دید 180 درجه است نگاه من الان این دسته من دارم میبینم تار میبینم ولی میبینم تو چجوری وقتی پای اینجاست نمیفهمم من چجوری وقتی کلوچه اینجاست پای به این گندگی رو نمیبینی اینجا خشن تند و مخفی در روسیه حالا با روسا شوخی نکنید نه لهتون میکنه استرجانه به خدا وای میزنه این روسه میزنه بله انگار روس مهربونه چه خوب میگی؟ نه انگار روس مهربونی برخورد اوه گفتم میزنه روسا که قاطی هن میزنه بعدم میزنه اینم یک عدد دوربین مخفی واقعی بود کیک نبود حاجی میخوام اصلا بعد کلمه کیک رو جایگزین کلمه فیک کنم تو فرهنگ لغاتم خیلی زیباست وای بازم سویل خداست اینم دیدم حاجی تو آسانسور نگاه میکنه ببین ای خداست یا میرینه تو خودش خداست نگاه حاجی من بودم سکته میکردم همه‌شونم تیشرت سیاه پوشیده و نابی سفید بود فکرها بد میکردم سفیدم آره نه دیگه یکی آبی آره این نشونه خواهد یعنی ریدم من تو خودم خدا سویل نگه راست من دارم سویل دهن سرویس سویل خدا سویل مخفی داشت مال کیه؟ مال کیه؟ چک دو طرفه باشه بلا سرش میارم بریم ماما هم باشه مامانش دوربین مخفی میگیره باش روشن کردم یادی به یکی دیگه جونم بعد مامان من ویدیو هامو نگاه نمیکنه میگه گم شد دارم تجربه تحلیل میکنم چرا کیفش رو داد به مامانش گفت خودت ببین چرا خودش ندید این چیه؟ اما چجوری پیدا کردم؟ باشه هرچی پیداشی تو میگه بالا این چی به 1000 نفر برمیدارن چی؟ 1000 نفر؟ مال کیه؟ اوه مال کیه؟ اوه چه بدونم ماما چرا میزنی؟ این شور حالا باشه حالا باشه بودو ترکی؟ اگه میخواستم بگم موهاش رو ریزه زده است دیدم فوش ترکی داد اگه فوش های ترکی گادن گاد فکر کنم یکی از بهترین زبونات تو فوشه تو زمینه فوش یکی از بهترین زبونات فکر کنم یه فوشی هست میگه با آجا دیدی وقتی دوتا دوست صمیمی تو مدرسه و نام سایت تا همتون این کارو کردید دستتون رو میندازو گردن رفیقت میری مثلا حیات مدرسه بیرون اینا بعد یه فوشی از ترکی میگه ایت دنگول با اینا اصلا یعنی دستتو بنداز دور گردن سگ یعنی با سگی دستتون تو گردن هم باشه خداش این فوشا تصورش هم میخندون آدم بذار با سگ بحث بچه‌ها دوربین مخفی ساز واقعی خیلی زیاده ها تو یوتیوب فارسی حالا نمیدونم چرا همه سهیل بود ولی فکر کنم خفن ترین سهیل دیگه ولی خیلی یا دیگه هستن دوربین مخفی واقعی خفن میسازن ولی بازم میگم کاش همچین آدمایی که تو مخفی‌های فیک میسازن بیان یه چیز درست حسابی بسازن و مخاطبشون رو گاو فرض نکنن